سلام به همه دوستداران فضا و علم. امروز میخوایم با هم به یه سوال بزرگ و هیجان انگیز برسیم. آیا ممکنه که ما همونطور که در سیاه‌چاله ها میگیم همه چیز نابود میشه، خود این سیاه‌چاله ها در واقع در یک کیهان دیگه پنهان شده باشن؟ شاید باورش سخت باشه، ولی یه نظریه جدید وجود داره که میگه ممکنه جهان ما در واقع درون یه سیاه‌چاله باشه. پس با من، نرگس، همراه باشید تا بیشتر در این مورد بدونیم. بخش اول میگه چه چیزی باعث شده این نظریه مطرح بشه؟ بله، برای شروع بیاین یه نگاه کوچیک و ساده به تشکیل سیاه‌چاله ها بندازیم. سیاه‌چاله ها زمانی تشکیل میشن که یه ستاره خیلی بزرگ به پایان عمرش میرسه و به شدت فشرده میشه. این فشرده شدن باعث میشه نیروی گرانش خیلی زیادی تولید بشه که حتی نور نتونه ازش فرار کنه. اینجاست که یه سیاه‌چاله به وجود میاد. اما حالا یه سوال مهم هم پیش میاد. چطور ممکنه که یه سیاه‌چاله بشه دروازه‌ای برای یه جهان دیگه؟ این سوال باعث شده گروهی از دانشمندان شروع به بررسی بیشتر این موضوع کنند که در بخش دوم نظریه درون جهان سیاه‌چاله‌ای میپردازیم. این نظریه میگه وقتی چیزی وارد سیاه‌چاله میشه، در واقع وارد یه فضای جدید میشه. فضایی که کاملا شبیه به کیهان ماست. به عبارت دیگه، شاید جهان ما هم به نوعی یک سیاه‌چاله بسیار بزرگ باشه که در مرکز یک کیهان دیگه قرار داره. این کهکشان‌ها، ستاره‌ها و حتی زندگی توی سیاه‌چاله‌ای که در اینجا هستیم به وجود اومدن تا محققین با استفاده از مفاهیم نظریه نسبیت عام و مکانیک کوانتومی به این نتیجه برسن که شاید همه ما در واقع درون یک سیاه‌چاله به شدت بزرگ و پیچیده زندگی میکنیم که در بخش سوم اومدیم در مورد جذابیت این نظریه پرداختیم. این نظریه بسیار جذاب میگه ممکنه جهان ما از چیزی که فکر میکنیم بسیار پیچیده تر و عمیق تر باشه. شاید همونطور که ما به سیاه‌چاله ها نگاه میکنیم و تلاش میکنیم اسرارشون رو کشف کنیم، یک کیهان دیگه در حال کشف ماست. یه دنیای شگفت‌انگیز که هنوز هیچ کس نمیدونه چطور میتونه وجود داشته باشه. و در پایان، حالا که ما با این نظریه آشنا شدیم، سوال اصلی اینجاست: اگر جهان ما درون یک سیاه‌چاله باشه، چه تأثیری روی درک ما از فضا و زمان خواهد گذاشت؟ این فقط یه سوال بی پاسخ نیست، بلکه دنیای جدیدی از اکتشافات رو به روی ما باز میکنه. اگه شما هم نظری دارید یا سوالات بیشتری در این زمینه براتون پیش اومده، حتما توی کامنت ها بنویسید تا ویدیوی بعدی همیشه در جستجوی علم و ناشناخته ها باشیم.